رنج و عذاب از من، شنگی و شاب از تو، خون جگر از من، موی خساب از تو. آهای شیاد میخواد اینجا هستیم تا به جامعه جهانی بگیم رژیم آدمکش جمهوری اسلامی، رژیم کودککش اسلامی نماینده مردم نیست و رئیسی حق نداره در سازمان ملل از طرف ما سخنرانی بکنه. آخون باید گم بشه. جینا امینی Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! الان هم اومدیم جلوی سازمان ملل در کنار گروه‌های دیگه با گرایشات و افکار متفاوت، اما همه یک صدا، در واقع نه به مذاکره، نه به هیچ گونه معامله‌ای با جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی. صبر که بره میدهم جزای تو، اما صبر که بره میدهم جزای تو. یک سال از قتل مهسا گذشته ولی این آتیش نمیخوابه. We are still behind the people of Iran. امروز میخوایم با صدای بلند بگیم که رئیسی و هیئت همراهش و اعضای جمهوری اسلامی ایران جایی در اینجا ندارن و باید پاسخگو بشن به خاطر جنایت‌هایی که کردن. معتقدن که جای کل جمهوری اسلامی جلوی دادگاه‌های بین‌المللیه. می‌بینیم اراده آهنین و شجاعتی بی‌پایان برای تغییر شرایط ایران و پایان دادن به سیاهی حاکم است. من رنگ و ریا از تو، آهای شیاد میخوای بمونی تو، اما صبر که بره میدهم جزای تو، اما صبر که بره میدهم جزای. Left my dad in the hands of the terrorists yesterday by handing them $6 billion of our money, the money of the Iranian people, my dad's money, your money, the money of Gina, the money of all of the political prisoners, handed the terrorists that money, brought some Americans back and left my dad there to die. You are coming here representing all of the people of Iran. From all different backgrounds, all different beliefs, you are coming here right now with all of this that's happening, with all of that's happening over there. You're coming here and you're representing the Iranian people. We are at the anniversary of the last year massacre of peaceful protesters. The mother of Dr. Aida Rostami is on the phone watching this. We want to remember her daughter. We are grateful to all our martyrs who fought for freedom and justice, who gave their lives. چهره‌های زیبا و جوانی می‌بینیم که استبداد آخوندی در ایران هیچ وقت فکر نمی‌کرد با ترور یا قتل بیرحمانه یک دختر 22 ساله همگی آنها را در گوشه و کنار ایران دور هم جمع بکند و این آغاز خوبی است. از نیویورک تا تهران جانم فدای ایران. امروز که با شما صحبت میکنم تنها دادخواه برادرم و درد پدر مادرم نیستم. ما دادخواه مهساها هستیم، ما دادخواه حدیثا نیکاها هستیم، ما دادخواه نویدها و پویاها هستیم، ما دادخواه تک تک اون 176 مسافر هواپیما هستیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کار و تلاش از من، راحت و خواب از تو، کاسه خون از من، تنگ گلاب از تو. آهای شیاد میخوای بمونی تو، اما
که بره میدهم جزای تو، اما صبر که بره میدهم جزای تو. برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.